بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اما بعد، برادران و خواهران و مادران و شنوندگان گرامی و با قدر، ما امروز آغاز می‌دهیم شرح و ترجمه کتاب لؤلؤ و المرجان. لؤلؤ و المرجان این کتابی که هست که در این عبارت از چی است؟ عبارت از حدیثایی که امام بخاری رحمت الله علیه و امام مسلم در این حدیث ها اتفاق کردند. همین کتاب را میخواهیم شرح و چی دهیم، ترجمه کنیم برای شنوندگان عزیز و محترم. و این کتاب را جمع‌آوری کرده است یک مردی بزرگوار که نام او محمد فؤاد عبدالباقی هست. خداوند رحمت و مغفرت فرا کند برای این چیزی که پیشکش کرده است برای ما، برای این کتابی بزرگ، کتابی گرامی قدری که برای ما پیشکش کرده است. ما درباره این کتاب لؤلؤ مرجان، مقدمه آن از چی عبارت است؟ مقدمه آن باب یکمی که در آن گفته می شود، این چطوری که چی میکنیم؟ میگه بابی تغلیظ الکذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای چی عاقبت دارد، چی درشتی که عاقبت و درشتی و عاقبتی که دروغگویی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا که نسبت دادن دروغ برای پیغمبر. حدیث اول که عن علی یعنی که از علی روایت شده است که قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تكذبوا علی فانه من كذب علی فلیلج النار. خلاصه اکمین چیزی که میگوید درباره این حدیث که این راوی این کیست؟ راوی این علی رضی الله عنه. کم ترک نبذه یک سخنی کوتاهی درباره حضرت علی رضی الله عنه میفرماییم که علی ابن ابی طالب است، عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف القرشی الهاشمی است. نام او او را چی میگفتن؟ ابوالحسن. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را همچون کنیه گذاشت، کنیه‌ای که ابا تراب میگفت او را پیامبر اکرم. این علی رضی الله عنه اولین جوانی بود که اولین جوان از جوانان که اسلام یعنی که اسلام را قبول کرده بود. و 10 سال پیش وقتی که پیغمبر به پیغمبری که دانسته شد و وحی به او نازل شد، علی رضی الله عنه 10 ساله بود. و علی رضی الله عنه به وای رسید در گرد و اطراف، در نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در تحت مراقبت یا که نظارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به وای رسید و تربیت یافت. و همه غزوات ها و نبردها یا که همه جنگ هایی که پیغمبر اشتراک کرده بود در آن اشتراک کرده بود، مگر یک غزوه که در اون غزوه تبوک است اشتراک نداشت. چرا؟ فقال له چرا؟ زیرا آنکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با او گفته بود که در مدینه گفت که فقال له بسبب تأخیره له بالمدینه، برای که کمتر برای دیر ماندن او در مدینه، گفت که او را در مدینه ایستاد و همون مدینه را پاسبانی کند از حمله دشمن. برای همین گفت که در اینجا بیست. بعد دید که علی رضی الله عنه کمتر چی شد، این غمگین شد. گفت که تو مرا با چی میگذاری؟ یعنی با همراهی زنان و کودکان. پیامبر در این پاسخ او گفت که اما ترضى
ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی، آیا تو راضی نمیشوی که برای من در منزله و مرتبه و در درجه مثل هارون برای موسی باشی؟ خلاصه برای یعنی که دلبرداری کرد علی را، گفت که تو مثل که هارون برای موسی بود تو همچون برای من هستی. خلاصه و دختری خود را به فاطمه رضی الله عنها را به او به همسری داد و همه پرچم هایی که در همه امون نبردها یا که جنگ ها و غزوه ها مشاهده می شد در دستی که بود امام علی. چطوری که امام احمد میگوید لم ينقل لأحد من الصحابة رضي الله عنهم ما نقل لعلي رضي الله عنهم وكان قد اشتهر بالفروسية والشجاع. میگوید که چطوری که نقل شده است به یگان صحابی نقل شده است، نقل نشده است خیلی که به علی رضی الله عنه نقل شده است از جهت حدیث و از جهت یعنی پرچمی در دست او میگذاشتن در وقتهای جنگ. و یکی از مردانی چه بود و آوازدار و مشهور شده بود با چی؟ با اسب سواری و با جنگاوری با اسب و با دلیری و شجاعتمندی و پیشروی در جنگ. و قتل علی، چطوری گفتیم علی رضی الله عنه کشته شد در 17 ماه رمضان سال 40 هجرت و مدتی که وی خلافت کرد، خلافت و خلیفه بود، این چی بود؟ این 5 سال، یعنی که میگوییم که 3.5 ماه کمتر از 5 سال، 3.5 ماه کمتر از 5 سال، یعنی که 4 ماه و قریب 4 سال و 8.5 ماه یا که 9. و وقتی که وفات کرد علی رضی الله عنه وی چند ساله بود؟ وی 63 و 64 ساله بود. همون و چی طوری که ما میگوییم مناسبت همین حدیث، این حدیث چی در بر میگیرد؟ حدیث در بر میگیرد نهی که پیغمبر نهی کرد، آگاهی کرد، تحذیر داد، نفرت برای اون آدمی که دروغ با پیغمبر اکرم میبافد و اون چی است؟ اون صداواری گناه است و موجب صداواری در آمدن آتش دوزخ. باز در برای هر کلمه‌ای که میگوید که ترجمه هر کلمه چطوری که میگوید پیامبر اکرم لا تکذبوا علی، ای معنای لا تکذبوا علی، دروغ نگویید برای من، ای دروغ را نسبت به من ندهید یا نسبت به من دروغ ندهید برای من. و قوله من کذبه، میگه دروغ چی معنا دارد؟ دروغ این خبر دادن به یک چیزی که به خلاف همون چیز است، یعنی یک دیدی دروغ دادن اون، یعنی که همو خبر دادن به خلاف اون چیزی که دیده ای، این دروغ میگن. یک دیدی و دیگر خیل، یعنی که امور قصه را روایت کردی دیگر خیل این میشود در چی؟ دروغگویی. بعد پیغمبر میگه که فلیلج النار ای یدخل النار. گفتیم پیغمبر میگه که لا تکذبوا علی، ای دروغ را به من نسبت ندهید و کسی که به من دروغ، هر آینه کسی که به من دروغ نسبت میدهد فلیلج النار. یعنی جنار چی معنا دارد؟ گفتیم دیگه یعنی جنار دیگه معناش که واردی دوزخ میشود، در اینجا این حدیث اشاره میکند به چی خطر دارد دروغگویی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و دروغگویی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این معنی ندارد که تو به پیغمبر دروغ گفتی، نه، این معنی دارد که به خداوند هم دروغ گفتن است، برای که سنت را قانونگذاری و دستوری کی کرده است؟ از جانب کیست؟ از جانب خداوند است. و به زبان کی؟ به زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. برای همین الله میگه در سوره نجم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این چی است؟ این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از هوا و هوس، از خواست خود سخن نمیزند. آن سخنی که میزند، هر سخنی که میزند و چی است؟ وای از جانب خدا همچون وحی است. برای همین در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد از عبدالله ابن عمرو قال، اشترك في پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث عبدالله ابن عمرو بگوید قال قلت یا رسول الله، ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اکتب ما اسمع منك، گفت که آنچه که من از شما از تو میشنوم آن را بنویسم؟ پیغمبر گفت که قال نعم، گفت که بله. قلت في الرضا والسخط، گفت که در حالتی که پیامبر
در حالتی که در حالت رضاگیت و در حالت خشم و غضبت همش نمیشم؟ پیغمبر در جواب گفت که قال نعم، گفت بله. فإنه لا ينبغي لي أن أقول في تلك الحقا، پس نباید برای من بگویم در کدام حالت نباشد، در حالت رضاگیم و در حالت خشم و غضبم من باید چی؟ حق را بگویم، حق را بگویم. برای همین میگه کسی که همین گناه را مرتکب همین گناه شد، پس برای او وعده شدیدی هست، وعده شدیدی که در دوزخ، یعنی که در آمدن دوزخ است. پس آگاهی باشند که برای دروغ نسبت به پیغمبر دروغ ندهند، نگویند. و دروغ به پیغمبر مثل دروغ به دیگران نیست، مثل دروغ به دیگران نیست. به دیگران دروغ گفتن یک گناه است، ولی پیغمبر این حرام است. و پیغمبر چی بیشتر و بیشتر چی است، یعنی که همون گناهش زیادتر و زیادتر افزایش می‌یابد اشتراک به پیغمبر دروغ میگه. خود ما می‌بینیم که حکمی که انسانی که به پیغمبر دروغ می‌بافد چیست، از نظر شریعت در چیست، از نظر شریعت در چیست کسی که به پیغمبر دروغ می‌بافد. میگوید که ذهب جمهور العلماء سلفا و خلفا، جمهور عالمان از گذشته تا امروز میگویند که علی ان الكذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم من الكبائر، دروغ نسبت دادن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این چی است؟ این از گناههای کبیره است. ولا يكفر من فعل ذلك الا اذا كان مستحلا الكذب عليه. و کافر نمی شود کسی که چی و به همین از دروغ به پیغمبر بافد، اگر که دروغ حلال شمارد، دروغ روا شمارد به پیغمبر، در اون حالت میگه وای کافر میشود. ولی و بالغ الامام ابو محمد الجوینی، امام ابو محمد الجوینی چی میگوید در کتاب خود؟ والد امام الحرمین من ائمه الشافعیه، پدر امام حرمین از امام های شافعی چی میگوید؟ قال یکفر من تعمد الكذب على رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه کسی که قصدن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، قصدن به پیغمبر اکرم دروغ میبافد، قصدن، پس او از دایره اسلام خارج میشود. چطوری که نقل ذلك عنه ابن امام الحرمین، چطوری که امام حرمین از پدرش روایت کرده است. وقال انه لم يره لاحد من الاصحاب وانه حفة من والده، ولی یگان کس از اصحاب پیامبر یا که از عالمان تا حاضر اینا همین گپ گفتگی نیست که کسی که دروغ بافد و پیغمبر که خصدن دروغ بافد وای کافر است. ووافق الامام الجويني على هذه المقاله علامه امام ناصر الدين احمد بن محمد ابن المنير المالكي، از امین موافق همین قول هم محمد ابن المنير المالكي گفته است که و غیره من الحنابلة و دیگران از حنابلة همین سخن گفتن کسی پیغمبر چی میبافد، سخنی که پیغمبر دروغ نسبت میدهد میگه چی کافر است. وافقهم امام الذهبي على ذلك في من تعمد الكذب، و حتی امام ذهبی میگوید که چی کسی که دروغ را قصدن دروغ و پیغمبر میبافد در حلال یا که در حرام بودن چی کافر میشود. ولعل ما اشهد له ذلك قول الله تعالى انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. میگوید الله عز و جل در سوره نحل 105 آیت که هر آینه همانگونه یا که چنانه که گپ میبافد دروغ میبافد، انما یفتری الکذب، آنانی که دروغ میبافند، میگه آنانی که دروغ میبافند، الذین لا یؤمنون، آنانی هستند که همانهایی هستند که ایمان ندارند به آیاتهای خداوند، به آیاتهای خداوند ایمان ندارند یا که نمیبیارند. سوره چی؟ نحل. و در همین آیت چی میگوید؟ میگوید که آیت نفی میکند، در آیت نفی میکند که چی دروغ به پیغمبر بافتن یا که دروغ به پیغمبر بافتن نسبت دادن چی است؟ کفر است، یعنی که ایمان از او دور می شود. ولی درستترین قول این است، قول جمهور علما است که میگوید که دروغ به پیغمبر بافتن این گناه کبیره است، مرتکب گناه کبیره از کبیره ها، ولیکن لا یکفر فاعله حتی یستحل، فاعل آن، کننده آن، گوینده آن کافر نمی شود تا اینکه حلال نشمارد این را. خلاصا
در همین قول پیغمبر دروغ بافتن به پیغمبر و دروغ بافتن هم به صحابگان و به تابعینان همین را چی در بر میگیرد. دروغ یعنی که بافتن به صحابیان، دروغ بافتن به تابعینان، به عالمانی که گذشتن، سلف ما گذشتن، با آنها هم همین را چی دارد، همین معنا را میدید. خلاصه ای گپ از همین حدیث ما چی استفاده میبریم؟ یکمین چیزی که ما استفاده میبریم یعد الكذب من الاخلاق المذمومه. میگه که دروغ نسبت دادن این یکی از چی است؟ یکی از اخلاق های ذمیمه است، اخلاق های زشت و ناسزا است. اخلاق زشت و ناسزا است که یک انسان مسلمان و پیغمبر گپ میوافد. دوم میگه تغلیظ حرمت الكذب علی النبی صلی الله علیه و سلم. امین درشتی و یعنی که درشتی حرمتی، یعنی که حرام بدنی دروغ به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نسبت دادن دروغ به پیغمبر اکرم میگه حرام است و خیلی سخنی درشت است. لانه من اعظم الكبائر التي تخرج العبد من الاسلام اذا استحلها. میگه از بزرگترین گناهان است اگر که انسان گفتیم که چی، اگر که روا داند دروغ پیغمبر از دایره اسلام خارج می شود. سیوم گفتیم الفرق بین الكذب على رسول الله صلی الله علیه و الكذب له. فرق نیست دروغ گفتن با پیغمبر علیه الصلاة و السلام. خلاصه گفتیم در این چی، دروغ گفتن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی گناه بزرگ دارد. انسان باید هر یک سخنی که میداند باید از نام پیغمبر نگوید تا اینکه خوب چی باشد، خوب یقینا بداند که این حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و اونه که انسانی که مثلا حدیث روایت میکند به معنای آن، مثلا همون نص همون حدیث متن حدیث نمیداند ولی بچی روایت میکند به معنای حدیث روایت میکند، به معنای که مثلا کلمه را اگر تغییر دهدم نگه همون حدیث اگر باشد به همون کلمه را تغییر دادن که معناش تغییر نمیاد، کلمه را تغییر دادم هیچ باکی ندارد. بعضی علما اینا جایز دانستند. والله ما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان، ما كان من توفيق فمن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.